سلام به همگی. در این ویدیو میخواستم براتون راجع به پرورش سگ سرابی و سگ‌های خراسانی و نژادهای بزرگ دیگه که در ایران هستن چند نکته با اهمیت رو بگم. زمانی که این نژادهای سنگین وزن در دوران طولگی به سر میبرند، ظرفیت ژنتیکی اونها رشد بسیار سریع هست، هم در سیستم اسکلتی و هم در سازوکار استخوانی. از این رو ما باید مواد مغذی لازم رو در اختیار اینها قرار بدیم. خیلی وقتها هستش که به علت روش‌های اشتباه تغذیه یا کمبودهایی که وجود داره در زمینه تغذیه، ما نمیتونیم مواد مناسب رو به اندازه کافی در اختیار اینها قرار بدیم. یا اگر از موادی با پروتئین خیلی بالا یا انرژی خیلی بالا استفاده کنیم، مشکلات گوارشی برای این سگ‌ها به وجود بیاد و حتی ممکنه که از دست بره. ما با مشکلاتی روبرو هستیم، از جمله ضعف در سیستم عضلانی و همینطور انحرافات اسکلتی که اینها زمینه تغذیه‌ای دارن. چرا؟ چون که مواد غذایی مورد نیاز برای این نژادها تامین نشده و از طرف دیگه ظرفیت ژنتیکی حیوان بسیار بالا بود. خب حالا ما چجوری میتونیم که این مشکلات رو مدیریت کنیم و حل کنیم؟ در مجموعه بایوپت دو تا مکمل هستش که اینها رو میشه برای این دو تا مشکلی که من به صورت همزمان توضیح دادم استفاده کرد. یکی مشکل عضلانی هست که ما مکملی داریم به نام مکمل مسکینر. این مکمل برگرفته از اسیدهای آمینه و همینطور مولتی ویتامین ها هستش و کمک میکنه که رشد عضلات به صورت ویژه و سریع انجام بشه و همینطور مواد زائد هم در بدن ایجاد نمیکنه. یعنی استفاده اون باعث نمیشه که روی کبد یا کلیه حیوان فشار بیاد. و از طرف دیگه مکمل دیگه ای هستش به نام بوناین جوینت. این مکمل بوناین جوینت حاوی مواد غضروفساز و همینطور کل ماتریکس اسکلتی هست. استفاده از این مکمل میتونه جلوگیری کنه از مسائل مشکلات سیستم اسکلتی. و باز توصیهم برای نژادهای سنگین وزن خوب ایرانی مثل سگ‌های کرد یا سگ‌های سرابی یا سگ‌های خراسانی یا سگ‌هایی که در ناحیه اصفهان زندگی میکنن این هستش که این دوتا مکمل رو به صورت همزمان استفاده کنن. به دو صورت میشه این همزمانی رو به وجود آورد. یکی که مقدار مصرف رو کاهش بدن و به نصف میزان مصرف کنن از هر مکمل. یکی اینکه روز در میان به میزان توصیه شده در بروشور بسته به وزن حیوان مورد استفاده قرار بدید.